شهید آزادی به داملا نصرت الله شهید اون برادران در اینجا جمع شده تا به این واسطه با واسطه تظاهرات و حرکتی که در اینجا انجام میدهیم میخواهیم به این واسطه پیام خودم رو به حکومت تاجیکستان برسانیم تا هر قدر زودتر بتوان این مرد نیکنام و خیرخواه را داملا نصرت الله شهید را آزاد کنند. زیرا هر میمون شما میدانید و اکثر کسانی که در اینجا جمع شدن از جمله بستگان، نزدیکان و یار و دوستانی این برادری نو زندان شده ما و شما می باشد. به همین خاطر ما در این تیکتی و در این تجمعی که جمع شدگیم خواهش میکنیم و طلب داریم که هر چیز زودتر این مرد نیکنام و خیرخواه آزاد کرده شود. خب سخن نوبتی را ما در اینجا قبل از همه به یکی از شاگردان رحمتی استاد سید عبدالله نوری و یکی از دوستان داملا نصرت الله شهید آفریدیم تا اینجا آمده صحبت خودشان را انجام میدهند. صحبت به برادر و استاد شمس‌الدین شهید. مرحمت. آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به داملا نصرت الله. 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 به نام خداوند بخشنده مهربان. بنده هم همه این شعارهایی که الان صدا داد همراه شده فاتحانه برای آزادی برادر عزیزمون داملا نصرت الله که به عقیده و فکر و شاهدی کاملی تمامی اونهایی که رو میشناسند که به هیچ جرمی به هیچ گناه ربطی ندارد و یک دهقان و یک سازنده و یک انسان خدمتگار بود و او را با تهمت‌ها و با نیرنگ‌ها زندانی کردن، او را زندانی کردن یک تهمت بیش نیست و طلب ما که فقط برای آزادی برادر عزیزمان هست و یک طلب قانونی است. اگر مخالفانی که نمیخواستند، دولت مردانی که نمیخواستند حضور مردم را به این شکل را میتوانستند به راحت مردم را مجبور نکنند که یار و دوستان و رفیقان نصرت الله را که مجبور بشوند از راههای دور بیایند برای ندای آزاد شدن این مرد شریف صدا بلند کنند. پس این جانبی که این جنایت را انجام داده است در حق این برادر باید که هر چیز زودتر اگر میخواهند که این اقدام ها، این تظاهرات ها، این ناراضیت ها ادامه پیدا نکند و به قاطعیت های بیشتری رو دست زده نشود، پس باید که ایشان هر چیز زودتر به منزلش بازگردانده شود و از این تهمت هایی که هست و او را تبعیت شود. وجود برادران در اینجا در این شرایط نشان دهنده اون است که اینها کاملا اعتماد به آن دارند که این جوان به جز خدمت کردن برای قشر انسان‌های کمبغل و اونهایی که در اینجا زندگی می‌کردند یا که در منطقه کاری و فعالیت می‌کردند چیز دیگری نیست. پس اصلا دست به چنین کارهای نمیزدن امروز مجبور شدن کنند که رو به خیابانها، رو به تظاهرات و به اقدامهای جدی برسانند. اگر نصرت الله آزاد می شود این کار خیر است برای همه طرف و اگر آزاد نمی شود پس می دانند که هیچ کس با اون تهمت هایی که بهشان کرده شده است باور ندارند و برای آزادی و رهایی او تا هر چی از دستشان میان انجام میدهند. طلبات ما باز هم همین است که این برادر عزیز را هر چیز زودتر آزاد کنند و این بی‌قانونی و این بی‌شرفی را که نسبت به یک جوانمرد انجام داده است بس کنند و بتوانند مردان شریف که در اون شرایط وضعی خدمتی برای ملت میکنند کار خود را به خوبی انجام بدهند. باز هم با صدای بلند
با تمام اعتماد میگیم که نصرت الله هیچ گناهی ندارد و ما فقط آزادی او را میخوریم. تشکر خیلی هم زیاد. آزادی و زندانیان سیاسی. آزادی و زندانیان سیاسی. آزادی و زندانیان سیاسی. آزادی و نصرت الله سعیدو. آزادی و نصرت الله سعیدو. آزادی و نصرت الله سعیدو. خب برادران عزیز گرامی، نمونه که میدونید همه اینا شما در اینجا جمع شده تا طلب آزادی نصرت الله سعیدو کنید. باور کنید برادران، هر آن چیزی که ما و شما را در اینجا جمع کرده است اقدامی و خیرخواهی برادر مظلوم ما و شما میباشد. من شخصا از نزدیک شاید داملا را یک بار دو بار دیده باشم، اما اکثر شما باوری دارم که با داملا خیلی هم از نزدیک صحبت کرده و او را از نزدیک میشناسید و میدانید که اخلاق خوب دارد، علم خوب دارد و یک شخصی واقعا هم خیرخواه و نیکخواه است. اون چیزی که ما و شما را جمع کرده است همین است که میخواهیم این چنین شخصان بزرگ و شخصان نیکخواه نباید در کنج زندان باشند، بلکه اونجای اونها خارج است تا بتوانند خدمت خالصانه خودشان را با مردم انجام دهند. خوب برادران عزیز، بازم این پیکر که ما و شما ادامه دارد. من در اینجا بازم از یک از دوستان این برادر و از شاگردان مرحوم استاد سید عبدالله نوری در اینجا خواهش میکنم که اون هم آمده فکر و نظر خودش را در اینجا بیان کند و از استاد محمد سعید خواهش میکنم رضایی، استاد محمد سعید رضایی آمده صحبت خودش را انجام بدهد. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. برای کسایی که جمع آمده تشکر زیاد. پیام من همین سلام بود که برای شما تقدیم شد. اگر اجازت باشد و این طرف هم بگردم و چند کلمه دارم چند صحبت خواهش میکنم و این طرف بگردم برای شما و این طرف اجازت باشد. برادران عزیز، هموطنان محترم، در داخل تاجیکستان و در سراسر دنیا از علما، دانشمندان، متخصصان، مهاجرین سیاسی و مهاجرین کاری و هر کسی که وطن عزیز را، کشور عزیز را و خانواده های عزیز را، فرزندان عزیز را گذاشته بیرون از کشور می روید. اگرچند من رو به طرف سفارت کشورمون دارم، من کتاب به اون کسی که اون هستم به اون نمیگیرم، با کمال احترام برای کسانی که در اونجا واقعا هم وظیفه خودشون انجام میدهند اما دارند دستور یک رژیم را اجرا میکنند، با اونها خطاب نمیکنم. من در رو برای سفارت کشورم خطاب به هموطنان عزیزم میکنم، به مهاجرین کاری و مهاجرین سیاسی و کسانی که نزدیکان خود را، پدر، برادر، فرزند و قریبه های خود را، شوهر خود را یا اینکه همسر خود را از دست داده است و از ظلم در حبس گرفته شده است، من به اونها خطاب میکنم. هموطنان عزیز، امروز ما که در اینجا جمع شده ایم به خاطر یکی از مردها، جوانمرد اصیل و شخصیت خیلی هم محترم، کسی که هم عالم و دانا و قرآن و خدای خودش هست
در صراط مستقیم در راه وسیله پیغمبر هست، در خدمت کشور و وطن و اشتراک و جای زیستی خود هموطنان خودش هست، اصل زاده است از یک فرزندانی شخصیتی که فراملی بود، فرا از کشور ما بود، شخصیت جهانی. استاد سید عبدالله نوری رحمت الله علیه یکی از فرزندان اونها هست و شخصیت استاد نوری هم برای همه ما و شما هموطنان معلوم است. روحانی، دیندار، مرد سیاسی، کسی که خدمت برای دین خدا کرده است، خدمت برای کشورش کرده است. جنگی شهروندی یا اینکه جنگی داخلی که در تاجیکستان بود و او صلح آورده است، یکی از مؤسسه‌های اساسی و طرف اساسی از صلح است. از تمام موقع و جای و از همه چیزی خود گذشت، حتی جان شیرین خود را برای کشورش، برای ملتش فدا کرد و صلح و آرامی را به کشور آورد. یکی از فرزندهای اونها اون شخص امروز با تهمت حبس کرده شده است. نمیخوام سخن را دراز کنم. فرزندهای ما، برادرهای ما، قهرمانهای ما، سپورتسمن‌های ما، صاحبکارهای ما، دکترهای ما و تمام کارمندا، حقوقدانهای ما، عدیم کارمندهای ما امروز مسئول و پسی پنجره زندان قرار دارند. انسانهای صالح ما، کسانی که اونها خدمتشو برای وطن، خدمتشو برای کشور است، اونها امروز با تهمت گرفته شدند. اونها پس پنجره زندانهای ظالمانه این دستگاهی سازمان پاکستان قرار دارد. همه ما اونهایی این نماینده، اینها نماینده از تمام آن از تمام آن کسانی أنا همین کسایی که بگذارید حالا با افتخاری فرزندان و نزدیکان مرحوم استاد سید عبدالله نوری بیشتر حق دارند در صلح و آرامی در کشور امروز در اینجا جمع شدن. من امید میکنم که در آینده همه ما انا همین کار را پیش بگیریم. یکی مراجعت به کشور تاجیکستان ضرورتی ندارد. هموطنان عزیز، حکومتداران این کار اون را آزاد کرده شود، این نمیشود. این ما و شما هستیم که میتونیم ما کشورمون را آباد کنیم، سرزمینمون را، استقلالیت کشورمون را حفظ بکنیم، میراث گذشتگانمون را از خود بکنیم، ظلم را از کشورمون برداریم، مظلومان را از حبس‌ها آزاد کنیم. این وحدت ما هست، تجمع ما هست. اگر ما نیرو هستیم، یک دست میشویم، میتونیم این کار را بکنیم.
ایرانی هستند. این کسانی که در تاجیکستان مقامات تاجیکستان اصلاح شوندن نیستند، هستند کسانی که به انصاف هستند. باید که اونها سری کار بیاید، دست از این ظلم، از این استبداد، از این ناعدالتی بردارند. تا به این حد میرمیم. در میدانهای هوایی، در ایرپورت‌ها، در کشورهای سابق روسیه، در مسکو، در قزاقستان، در کجای هست تاجیک در اون جمعیت متهم است، در نوبت می‌ایستد، 1 ساعت 2 ساعت از اون تفتیش میشود، بعد از اون میبرد. از این طرف هم که به کشور زراعت نموده است، یگان کس به او اهمیت نمیدهد. داریم در پرس سراح، در کار مثل اینکه یک جنایتکار باشد، مثل اینکه یک خریدار باشد. این را کی کرده است؟ انا همون حکومتدارها، انا همون سیاستی غلطی انا همون حکومتدارها است، حکیما است. از رئیس دولت، از رئیس جمهور تا باقی این کار را کرده ایستادن. بس کنن این کار را. این کار بس کرده شد. ظلم بس. استبداد بس. ناعدالتی بس. حاکمان ظالم استعفا. وحدت یک جایگی. ای هموطنان عزیز، خواه در روسیه هستید، خواه در قزاقستان هستید، خواه در داخل کشور هستید، خواه در کشورهای اروپایی هستید، فقط تنها ما و شما با وحدت میتوانیم این کار را به آخر برسونیم، پیش را ظلم گرفته شود، پیش را استبداد گرفته شود. محبوسین سیاسی، کسانی که به ظلم در زندان گرفته شدند، اونها آزاد شوند. پس من از همه شما پیام این مردم که در اینجا هست آمدن برای وحدت، برای اتحاد، برای یک جایگی، برای پیشگیری از ظلم و استبداد و ناعدالتی که در کشور ما هست. السلام علیکم و رحمت الله. بدون اینکه کپای مردم در اینجا من زیاد صحبت نمیکنم، شما خودم میتونید که در اینجا ببینید که مردم چه صحبت دارن و صدای استعفا در اینجا صدا میزند. تشکر بازم. آزادی با زندانیان سیاسی. آزادی با زندانیان سیاسی. آزادی با زندانیان سیاسی. آزادی با نصرت الله شهید. آزادی با نصرت الله شهید. آزادی با نصرت الله شهید. اون بس است. اون بس است. شک داستان دارد. نبی تو استاپ شما. مادر تاجیک برای این فرزند به دنیا آورده است. ظلم بس است. به خاطر